آنچه خداوند از ما می‌خواهد ایمان است. او می‌خواهد آنقدر روی او سرمایه گذاری کنیم که وقتی مشکلاتی برایمان پیش می‌آید اول به سراغ او برویم. خدا نباید آخرین پناهگاه ما باشد، بلکه اولین انتخاب ما در همه موقعیت‌ها. به یاد داشته باشید که داشتن یک نقطه اتکا، چه درونی و چه بیرونی، می‌تواند به شما کمک کند که بر مشکلات غلبه کنید. مثلا در شرایطی که احساس می‌کنید همه چیز از کنترل شما خارج شده، توقف کنید. نفس عمیق بکشید و به خود یادآوری کنید که این شرایط موقتی هستند. شما همیشه قدرتی درونی دارید که می توانید با آن مشکلات را مدیریت کنید. به جای تمرکز بر ترس‌ها و نگرانی‌ها، به اقدامات کوچکی فکر کنید که می توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند. در چنین شرایط دشواری همیشه با خود تکرار کنید: من قوی تر از مشکلاتم هستم و این نیز می گذرد.